ریجکت شدی، این چیزیه که هیچ کس بهت نمیگه. ساعت 11 شب، گوشید تو دستته، اون پیام رو خوندی. تو مثل برادرمی، فکر میکنم بهتر فقط دوست بمونیم. که یعنی همه چیز تموم شد و یه چیز عجیب اتفاق میفته. سینت واقعا درد میگیره، نه استعاره نه شعر، واقعا درد میگیره. انگار یکی با مشت زده وسط قفست و تو میشینی فکر میکنی چرا یه نه از یه آدمی که شاید 3 ماه پیش حتی نمیشناختیش الان داره با مغزت این کارو میکنه. تو این ویدیو میخوام چیزی بهت بگم که 90% مردای همسن تو نمیدونن، اینکه اون درد یه نقص توی تو نیست، یه سیستمه و وقتی بفهمی این سیستم چطوری کار میکنه دیگه هیچ زنی، هیچ نی، هیچ ریجکتی نمیتونه زمینت بزنه. سالها فکر میکردن درد ریجکت شدن یه حس روانیه، یه چیز توی ذهنت، تا وقتی MRI اومد. دانشمندا گذاشتن آدما رو زیر دستگاه و بهشون یه ریجکت ساختگی دادن، یه بازی ساده که 2 نفر دیگه بهت پاس نمیدادن. همین. و چی دیدن؟ دقیقاً همون نواحی مغز که وقتی پاتو میکوبی به میز فعال میشه روشن شد. مغز تو بین درد فیزیکی و درد ریجکت تفاوتی قائل نیست. تو بیشتر از 12 زبان دنیا، فارسی، انگلیسی، چینی، عربی، آدما برای ریجکت از کلمات درد فیزیکی استفاده میکنن. دلم شکست، خرد شدم، له شدم. این فقط شعر نیست، این گزارش صادقانه مغزته. چرا؟ برگرد 10,000 سال عقب. اجداد تو گروه‌های 30-40 نفره زندگی میکردن. اگه قبیله طردت میکرد یعنی شب تنها تو جنگل میخوابیدی، یعنی مرگ. پس مغز یاد گرفت ریجکتو مثل تهدید مرگ علامت بزنه. مشکل اینجاست، اون مغز 10,000 ساله الان هم همون مغزه، ولی تو الان توی شهر چند میلیونی زندگی میکنی و یه نه از یه دختری که تو اینستاگرام دیدی تهدیدی برای جون تو نیست. مغزت داره با تفنگ شکاری میره توی جنگ مدرن. پس قدم اول، وقتی اون درد رو حس میکنی انکارش نکن، ولی یادت باشه این درد یه آلارم قدیمیه که داره برای تهدیدی زنگ میزنه که وجود نداره. حالا قسمت تاریک‌تر. اکثر مردای جوون یه اشتباه فاحش میکنن بعد از ریجکت. میخوان بهتر شن، پیام میدن، توضیح میدن، التماس میکنن، یا اگه قبل از ریجکت باشه اوور اینوست میکنن. سریع جواب میدن، همیشه در دسترسن، هر چی میخواد بهش میدن و این کار دقیقاً همون کاریه که جذابیت رو میکشه. یه واقعیت تلخ. تحقیقات روانشناسی نشون داده که مردای خیلی پاسخگو، خیلی در دسترس، خیلی خوب برای زنا کمتر جذابند. نه چون زنا آدم بدی میخوان، به این خاطر که یه مرد همیشه در دسترس یک پیام میده: من گزینه دیگه‌ای ندارم، من ضعیفم، من محتاجم. و مغز زن مثل مغز هر انسانی یه چیز رو ارزش میذاره، چیزی که کمیابه، چیزی که فضا داره. جذابیت تو فاصله رشد میکنه، نه تو نزدیکی بیش از حد. اگه 5 دقیقه بعد از پیامش جواب میدی، اگه پیام 10 برابر طولانی تره، اگه همیشه اولین کسی هستی که شروع میکنی، تو داری به مغز اون آدم یاد میدی که تو ارزون هستی و آدما چیزای ارزون رو دور میندازن. این رو من از خودم در نمیارم. این رفتار مردایی که ریجکت میشن. شوک اول، بعد ته‌نشین شدن انرژی، بعد یه پیام میفهمم، بعد یه پیام ولی فقط یه سوال، بعد یه پیام طولانی توضیح دهنده ساعت 2 نصف شب. این الگو قاتل جذابیته. 2400 سال پیش تو آتن یه فیلسوفی به اسم دیوژن توی خمره زندگی میکرد. بدون خونه، بدون پول، فقط یه کاسه و یه ردا. یه روز شاگرداش دیدن جلوی یه مجسمه سنگی وایساده داره گدایی میکنه. پرسیدن استاد چرا از یه سنگ چیزی میخوای؟ سنگ جواب نمیده. دیوژن لبخند زد و گفت دارم تمرین میکنم که جواب رد بشنوم. این رو 2 بار بخون. این یه مرد تو 2400 سال پیشه که چیزی که اکثر مردای امروزی نفهمیدن رو فهمیده بود. این که ریجکت یه مهارته، نه یه اتفاق. یه مهارت و مثل هر مهارتی تمرین میخواد. تو چند بار جلو نرفتی چون میترسیدی نبشنوی؟ چند بار حرف نزدی، شماره ندادی، قدم بر نداشتی چون یه احتمال درد بود؟ تو داری زندگی واقعیت رو محدود میکنی به خاطر ترس از یه درد فرضی. مثل اون آدمی که از ترس غرق شدن هیچ وقت شنا یاد نگرفت.
دیوژن میدونست هر کی میخواد بزرگ زندگی کنه نههای زیادی میشنوه، پس به جای اینکه ازش فرار کنه رفت سمتش. آرتور شوپنهاور، فیلسوف بدبین قرن 19، یه حرف داره که هر مردی باید قاب بکنه بزنه به دیوار. وقتی ببینی فکر اکثر آدما چقدر سطحیه، ایده هاشون چقدر تنگه، احساساتشون چقدر پسته و نظراتشون چقدر اشتباهه، اون وقت میفهمی که ارزش گذاشتن زیاد به نظر مردم یعنی به اونا افتخاری دادن که شایسته‌اش نیستن. یعنی چی؟ یعنی اون دختری که ردت کرد شاید چون فقط تیپتو نپسندیده بود، شاید چون اون روز با مامانش دعوا شده بود، شاید چون اسم دوست پسر سابقش شبیه اسم تو بود، شاید چون دوستش یه چیزی گفته بود. تو داری به یه آدم پر از پیش داوری، ترس و حال و هوای روزانه اجازه میدی درباره ارزش وجودیت حکم صادر کنه. این آدم قاضی بی‌طرف نیست. این آدم حتی نمیدونه 10 دقیقه دیگه چی میخواد. ریجکت شدن حداقل نصفش درباره اون آدمیه که داشت ردت میکرد، نه تو. تو رو خدا نگهدار بابا، نگهدار. خفه شو نامزد دارم به درک چه نامزد داری؟ بعد وقتا بیچاره همین نامزدت ببینه 2 روز دیگه پول نداری مثل سگ محلت نمیذاره. کافیه 10 روز بیفتی پشت میلای زندون، چنان میشینه واسه حساب کتاب میکنه ببینه زندگی کردن کنارت واسش میصرفه یا نه. 2 روز بعدش هم یه آدم خرمایه میاد دستشو میگیره عشق عاشقی از سرش میپره. ماشین زیر پاشو ببینه آب از لب و لچش سرازیر میشه محل حسابی. همه چی رو یادش میره، همه چی. اینجا یه چیز خطرناکتر. بعد از ریجکت مغزت یه کار وحشتناک میکنه. شروع میکنه به ساختن. میسازه اگه قبول کرده بود چقدر همه چیز عالی میشد. میسازه که چقدر بقیه زندگیتون خوب میبود. مسافرت ها، بچه ها، صبحونه های شنبه، و تو داری نه برای یه دختر بلکه برای فیلمی که خودت تو سر خودت ساختی عزا میگیری. این فیلم وجود نداشت. شاید واقعیت با اون آدم خیلی متفاوت تر بود از چیزی که الان داری تصور میکنی. شاید بعد از 3 ماه میفهمیدی کلاً به هم نمیخورید. شاید بدترین سال زندگیت میشد. و یه داستان قدیمی چینی هست که جواب اینو میده. توی جنگل یه درخت بود کج. هر تخته بری ازش رد میشد سری تکون میداد و میرفت. به درد تخته شدن نمیخورد، به درد کشتی شدن نمیخورد، به درد هیچی نمیخورد. تخته برا برادراش رو قطع کردن. درختای صاف و بلند همه به تخته تبدیل شدن، به تابوت، ولی درخت کج موند. قرنها گذشت، درخت کج به یه غول تبدیل شد، مقدس شد، مردم زیرش میخوابیدن. ژوانگزی، اون فیلسوف چینی، میگفت درخت به خاطر بیفایدگیش نجات پیدا کرد. اون شغلی که نگرفتی شاید قرار بود 10 سال از زندگی تو بگیره. اون دختری که ردت کرد شاید همون کسی که 3 سال دیگه بهش میگفتی خدا رو شکر که باهام نموند. ریجکت گاهی نجاته، ولی تو الان نمیبینیش چون درد چشمو کور میکنه. پس از این به بعد وقتی نشنیدی این پروتکل رو اجرا کن. 1. 0 پیام، 0 توضیح، 0 آخرین حرف. نه چون داری بازی میکنی، چون داری به مغزت یاد میدی که ارزش داری. هر پیامی که بعد از نه میفرستی یه قطره از احترام به خودته که داره میچکه. 2. 3 روز اول خودتو از اون فضا قطع کن. اینستاگرامش، استوریاش، چت‌های قدیمی. نباید به این تخیل سازی خوراک بدی. اگه به این تخیل سازی خوراک ندی خاموش میشه. 3. برو سراغ بدن. برو بدو، برو وزنه بزن، برو دوش آب سرد بگیر. درد ریجکت تو همون مدار مغزی درد فیزیکیه. بدن قوی‌تر، مدار مقاوم‌تر. 4. این سوال رو از خودت بپرس. من قبل از این آدم چقدر از خودم راضی بودم؟ اگه جواب خیلی کم بود، مشکل اینجاست، نه اون آدم. اون آدم فقط یه آینه‌ای بود که چیزی که تو قبلا داشتی رو بزرگ کرد. آدمی که از خودش متنفره حتی واکنش‌های خنثی رو هم به عنوان ریجکت تفسیر میکنه. 5. برگرد سراغ کار. هر مردی که از این درد گذشت یه چیزی تو زندگیش بود که از این رابطه براش بزرگتر بود. کارش، هدفش، مأموریتش. اگه نداری وقتش الان بسازی. یه حقیقت آخر. هیچ مردی تو طول زندگیش از ریجکت فرار نکرده. نه قهرمانا، نه میلیاردرها، نه اونایی که از بیرون انگار همه چی دارن. آبراهام لینکلن قبل از رئیس جمهور شدن تو 8 انتخابات شکست خورد. والت دیزنی رو به خاطر اینکه خلاقیت کافی نداشت از روزنامه اخراج کردن. تو هم از این درد در امان نیستی و این یه خبر خوبه.
چون این یعنی تو تنها نیستی و این یعنی این درد نشونه نقص تو نیست. این یعنی تو الان داری دقیقاً همون چیزی رو حس میکنی که هر مرد بزرگ توی تاریخ یه روزی حسش کرده. دفعه بعد اگه یه دختر گفت نه یا به پیام جواب نداد یا یه رابطه تموم شد، یه نفس عمیق بکش، درد رو حس کن، ولی زیر اون درد یه سوال بپرس. شاید این نه داره منو از یه بله اشتباه نجات میده. و بعد گوشی رو بذار زمین و راه برو. هرگز به دختری که 2 بار قاطعانه به تو پاسخ رد داده امید ازدواج موفق نداشته باش.